زیاده از 3000 دانشجوی دانشگاه کولاب قریب 2 ماه می شود برای پیشواز رئیس جمهور در خیابانها و ورزشگاه مرکزی این شهر تمرین می کنند. محترم امام علی رحمان. این معرکه با نام مرچراف که در تاجیکستان معمول است و یک نمایش بزرگ فرهنگی و سیاسی است که بخش بزرگ آن به توصیف کارهای راهبر سیاسی بخشیده می شود. این محفل آراستن یک جا تشکر میگویم به همه اشتراکداران. بهای امتحانات بعضی از دانشجویان را به شرط اشتراک در مرچرافکه نگذاشتند و آنها مجبورند تعطیل خود را در هوای گرم تابستان با چرخیدن و افشاندن دستها سپری کنند. بعضی دخترها هم از ترس سوختن پوست رویشان از نورهای آفتاب نقاب می‌بندند. وزارت فرهنگ تاجیکستان می گفت اشتراک در چرابینی‌های فرهنگی مجبوری نیست. دانشجویان می ترسند اگر اشتراک نکنند بهای غیر قناعت بخش می گیرند آنها را از دانشگاه می رانند. والدین بارها شکایت کردند فرزندانشان در آبان تحصیل به معرکه‌های سیاسی جلب می شوند و این کار به دانش آموزی آنها تأثیر منفی می رساند. مسئولین معارف می گویند خواننده‌های مکتب و دانشجویان فقط بعد درس در چرابینی‌ها اشتراک می کنند. دانشجویان برای اشتراک در چرابینی‌ها معاش نمیگیرند، فقط روز 10 سامانی برای صرف خوردن به آنها میدهند. برای بعضی دانشجویانی که در شهر اقربا ندارند خوابگاه هم خواهند داد. چای میتیم یا پیاله چایشون حتما، لیکن میخوایم که نصف روزی خوراک نصف روزی بتیم تا ساعت 10 بود میکنن میرن. سفرهای راهبر سیاسی به مناطق تاجیکستان مراسم پیشوازی دوران کمونیستی را به یاد می آورد که غایه آن یک چند ده ساله در اینجا رایج بود. برای این سفرها میلیون ها سامانی از بودجه دولت صرف می شود. بعضا از معاش معلمان و طبیبان نیز حصه می ستانند.